از اینکه این کتاب را برای خواندن انتخاب کرده اید متشکرم. امیدوارم مطالب کتاب به شما هم به اندازه من و هزاران نفری که آن را خواندند کمک کند. در حقیقت امیدوارم این کتاب زندگی شما را برای همیشه تغییر دهد. هرگز برای انجام دادن همه کارها وقت کافی وجود ندارد. شما عملاً در باتلاق کارها و مسئولیت‌های شخصی، پروژه‌های مختلف و انبوه مجلات و کتاب‌های روی هم انباش شده که قرار است یکی از همین روزها که فرصتی پیدا کردید آنها را بخوانید غرق شده اید. اما اشکال اینجاست که هیچ وقت فرصت پیدا نمی کنید. هرگز کارهایتان تمام نمی شوند. هرگز وقت نمی کنید و کارتان آنقدر سبک نمی شود تا همه کتاب‌ها و مجلات مورد